مسابقه و حریف جدید واحد نژند. مسابقه تاریخ 28 ماه جون یعنی 25 روز بعد به میزبانی شهر هامبورگ جرمنی در رویداد 73 سازمان اکتاگون در مقابل ورزشکار از یونان برگزار خواهد شد. جان پالایولوگوس، ورزشکار 37 ساله یونانی که سابقه قرارداد با سازمان بلاتور و سابقه فایت برای سازمان کیج واریورز را دارد، با رکورد 20 پیروزی 14 شکست این فایت را در وزن 79 کیلوگرم در مقابل واحد نژند انجام خواهد داد. و قبل مسابقه واحد نژند برای ما وعده مصاحبه داده بود، پس منتظر مصاحبه باشید. این ویدیو را رپوست بزنید، مخصوصا طرفدارای واحد نژند، و برای تبلیغات این فایت و اطلاع رسانی همکاری بکنید. واحد نژند ما با رکورد 9 پیروزی 2 شکست که سومین مسابقه وی برای سازمان اکتاگون هست. در مصاحبه با واحد میپرسیم آیا این آخرین مسابقه واحد نژند خواهد بود یا خیر، مبارزات وی ادامه خواهد داشت. در مورد حریف واحد نژند در ویدیوهای بعدی بیشتر خواهم گفت و اگر دوباره تغییرات برای مسابقه واحد نژند پیش آمد حتما شما را سر وقت با خبر خواهم ساخت.